یک بت پرست بود، همیشه بوتش را یا صنم گفته فریاد میزد. تا اینکه 70 سال گذشت، یک مرتبه از روی فراموشی خطا کرد، از زبانش بیساخته یا صمد برآمد. الله مهربان گفت: لبیک یا عبدی لبیک، لبیک یا عبدی لبیک. فرشته ها گفتند: یا الله، این شخص از روی فراموشی خطا کرد، از زبانش بیساخته برآمد، اصلا تو را نمیشناسد. الله جل جلاله گفت: من 70 سال باز منتظر بودم که کی این بنده من مرا یاد میکند. امروز مرا فریاد زد، اگرچه از روی فراموشی. إلهي جعل كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيعا. إذا جمع الأنام بيوم حشر وقد حملوا بضاعتهم جميعا فثقل